از گذشت 114 روز از قضاوت پرسر و صدای محسن قهرمانی در دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس و باز شدن پرونده رشوه و تبانی در لیگ برتر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را صادر کرد. بر اساس احکام صادره، محسن قهرمانی به دلیل ایجاد روابط غیرقانونی با برخی افراد به 8 ماه محرومیت از هر گونه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. به علی دایی سرمربی وقت تیم راه آهن به دلیل مطلع بودن از رفتارهای غیرقانونی عوامل وقت باشگاه و قصور در اطلاع به مراجع ذی‌صلاح تذکر کتبی داده شد. محمد دایی، مسعود رشید خیاط و علیرضا حاتم هم به دلیل رفتارهای خلاف قانون در تیم راه آهن برای انتقال وجه به حساب اعلامی مورد توبیخ رسمی و به آنها تذکر داده شد. اما محمد رضا مولایی به جهت دوستی قبلی با محسن قهرمانی و واسطه ایجاد رابطه غیرقانونی با عوامل باشگاه راه آهن ضمن محرومیت 6 ماهه از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رستم زندی سرپرست وقت راه آهن، مسعود اکبری عکاس این باشگاه و مرتضی کریمی کمک داور سابق هم از دیگر خاطیان این پرونده بودند که مرتضی کریمی به 10 سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی محکوم شد. در هر صورت آنچه که در پرونده مطرح بود و میتونستیم متناسب با اون رفتارهای غیر ورزشی و غیر اخلاقی و غیر قانونی ما مجازات تعیین کنیم، به عقیده بنده و همکارامون این مجازات ها متناسب بود. از دید ما نه زیاد بود نه کم. رأیی که صادر شده مصلحت اندیشی هم دیده شده، اینکه خیر فقط متناسب با اون جرمی که مرتکب شدن رأی صادر شد. بحث مصلحت نیست. خوشبختانه وقتی هم که ما رأی رو صادر کردیم، هر 5 نفر عضو کمیته انضباطی در یک فرایند زمانی 6-7 ساعته که میتونم بگم فقط برای نماز تعطیل کردیم جلسه رو، این رأی رو صادر کردیم و از شخص رئیس محترم فدراسیون تا پایین‌ترین افرادی که میتونن مثلا حالا در فدراسیون با ما همکار تلقی بشن، اونها هیچ دخالتی نداشتن.